بیننده های عزیز شما رو دوباره خوش آمدید میگم در برنامه دو بیتی هزارگی. حالا یک دانه لالای خیلی مقبول و قند با خود داریم میخوای بلده مو دو بیتی بخوانه. سلام خوب هستین؟ سلام علیکم خوب هستین بخیر هستین؟ شکر. خود یک معرفی بکنید. محمد امین هستم از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ منطقه پسرویه. درست است. خب محمد امین جان شما دو بیتی بلدین درست است؟ بله یک کمتون بلد هستین. خب همونایی که بلد هستین بخونین بلده مو دیگه. خفته و گرم که مغزی سرم و جوشه و شیرینی بند دلمت گم و دشه با دل گفتم که چند بسه بگیرم و به لب خندید که گسالم و چشه. واو چقدر مقبول. بازم بخونین. سرک بالم رم رای مدیرازه و خانه دیدم رم تایم پلاسه آخر چند مردم را تعریف میکنه و از کار و بار نان بخی خلاصه. به به خیلی مقبول. او از کاروبار نان از موری بوده دیگه به خلاص بوده. نداره. خب دیگه بخوانین. ادامه بده. درختی بید بودم در کنج باغا و چو شاخم یوسف و برگم زلیخا برین باغبان سری باغ چی چندن و بخارش میکنم دل را تسلا. به به چه قصدایش مقبوله. ای بیدار در پس چپنی یاد گرفتین؟ خب ما گفتم کسایی که چپنی کرده باشه حتما از بیت یاد داره. یگان بیت دیگه هم بخونین. خموم روزی زدم اینه در روی توی کدام پدر نالد گفت پیش شوی تو خموشیت از غم پیموی تو گرفت سه چار چپاگی ما کم زد در روی تو. خدای من عینک زدو نشانه عاشق بوده؟ یعنی که طرف یک کس که عینک بزنه چی معنا میده؟ عاشق هست. درست است. شما عاشق شدین والله؟ چند دفعه؟ یک دفعه. خب رسیدین یا شکست عشقی خوردین؟ شکست عشقی. چرا شکست عشقی خوردین؟ آتش با من نداد دختر. فرار میکردین؟ باز دیگه فرار نکردیم. خب خیر تسلیت بشنگه. بخیر باز بخونم. آره بخونم. نه که درختی میوه من بر نداره درخی یاری من مادر نداره یک گاتا در مردی سرایا و یک خاله در خیرس خدایا. خیلی مقبول. خیرس خدایا یعنی کچه خوب. دیگه هم بخونیم کلا خوب شی بود. شب مکتب مری گشت رسد کم بولل رنگی نارسد کم بولل رنگی نار چی باشه قلم دفتر کتاب پر کار صدقه. به به او قدر دوست دارین که به قلم و پرکارش صدقه میشه. حق دیگه. بلول چی معنا میده؟ بلول چی معنا میده؟ لشمه. یک دیگه هم بخونیم. دیگه خفته وی گاسه با سرخی را بینگر گلی سرخی من اولی را بینگر گلی سرخی من اولی چی باشه سه چار زایده خاتم استی را بینگر. تشکر به خدا خیلی. تشکر تشکر.